وادی زیبامنظری برتنگ در آغوش خود امروز استعدادی را با نام محمد جان می‌پرورد. گرچند برای محمد جان خدا نظر و جهت شرکت در لایحه آواز طلایی 2015 مکتب اینترنت جمهوریوی ناحیه روشن سبب باز شده است، ولی شوق و رغبت و استعداد آوازخوانی او محض از همین دهه کوچک منشأ گرفته است. ما از اون خیلی خرسند هستیم که در سطح جمهوری یک آزمون بهترین برای کودکان و نورسان برگزار می‌گردد و همه ساله در این آزمون داوطلبان از ناحیه ما شرکت می‌ورزند. عادتاً برای مردم روشن این چیزی مقدس است در دایره صنعت بودن، زیرا در جمهوری روشن را با صنعت والایش، با فرهنگش، با فرهنگچیانش میشناسند و این نتیجه اشتراکی با موفقیت طالبان ناحیه روشن در این آزمون از آن شهادت میدهد که تا امروز مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه روشن نسبت فرهنگ توجه به اندازه دارند و مخصوصا ما در سمت دستگیری استعدادهای جوان همیشه کوشش‌های زیاد به خرج میدیم. وقتی که محمد جان از شهر دوشنبه آمدند و به اتاق کاری من در آمدند، من وی رو چنان تبریک کردم و گفتم که هنوز محمد جان دیدی بین 2000 داوطلب شما صاحب جایزه شدید. و گفتن که نه معلم 3000 اونجا اشتراک کردن. گفتم من دیدی 3000 بین 3000 غالبیت رو به دست آوردن، این تنها رضایت خداوندی است. یکی میبینم که وای بیهوش شد، بسیار ترسیدم. گفتم که سرجان چی شد؟ و یک از دکتر دعوت کردیم و دید که گفت که نه همشون تنج است. به خیالم به احساسات در اومد یا یگون چیز دیگر تاثیر رسوندن. وقتی که باهوش شد ما خرسان شدم که و این امت فقط به دست. ما از مکتب اینترنت امگی 7 نفر بودیم. بعد وقتی که ما در ماشین سوار شدیم و رفتیم در راه، یعنی هر کس سرود خود را در نوشنیک در تلفن خود گوش میکند و خیلی با آواز بلند میخوانده. بعد همه میخندیم یکدیگر. من که بار اول اشتراک میکنم، منم باوری اونقدر، فقط میگفتم یک بار خود را سنجش کنم. تاجیکستان اگر کام باشد، زندگی حیات زنو باشد، وطنی وعدت و استقلال است، چمنی گلفشان بوستان است. تبریک میکنیم بعد دوری دویم تیاری بدید. وقتا که به خاروق رفت من ندانستم ای کجا میدانم. قطعی رفت گفتن که محمد جان در آواز طلایی دیگر به تلویزیون انتظار میشه. در اینجا نه تلفن هیچ باوری نداشتم که ما بین 3000 پسرم غالب میبراید. همه خرسند شده که پسرم غالب برام. گنج گفتند پنهان است و آن دوری که هست روی آب نیست و آن گنج اون لالی که است در راه پرتافتنی است. او در قعر کوه است و گفتن ممکن است که محمد جان هم یک استعدادی است که از یک دوری برتنگ تولد شدند در آنجا و در مکتب اینترنت جمهوریوی میخونند. و البته اگر در مکتب اینترنت جمهوری نمیخوندند و در چهاربین‌های مکتب اینترنت جمهوری اشتراک نمیکردند و در چهاربین‌های بخش فرهنگ هم محمد جان و هم امان سلطان اشتراک نمیکردند، شاید که امروز ویها در دیگر مکاتب میخوندند یا تحصیلشون را در آینده در دیگر سمت‌های فعالیت نشان میدادند. اظهار مناری خیش را به حکومت جمهوری
و به کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان و بخصوص به برنامه تلویزیون باورستان که چنین برنامه زیبا را برنامه ریزی کرده هستند. این برنامه است که از تمام مناطق کشور تاجیکستان تمام کودکان با استعداد را به طور رایگان جمع می‌کند و به همگان معلوم است که هر یک خلق ملت را با فرهنگش میشناسند و بنابراین یک امکان است که با این برنامه آواز طلایی ما فرهنگ تاجیکستان را در تمام دنیا معرفی کنیم. و امروز باعث خرسندی است که این یکی از فرزندان با استعداد ما خدا نظر محمد جان صاحب جایزه آواز طلایی شده است و این وادی از قدیم با فرهنگ و با مدنیت خود مشهور بود و در تمام بدخشان و تاجیکستان آدمان مشهور اینا سنت و فرهنگ تاجیکستان را بلند می برداشتند و گفته های شاعر خراسانی ناصر خسرو که به ناحیه و وادی روشن زمین سفر کرده بود و به 10 سال پیش داد، گفته که روشندلان روشن آینه صفایان سیقل غم از دل غریبان سیقل زنان. برای ننکین شهادت امروز این فرزندانی که ما که دار صاحب آواز طلایی شدند این از آن شهادت میتونیم. این گفته های پیر ناصر خسرو امروز هم جانناک شده است ایستادند. قهرمانی ما در دهه برچی دیوی وادی برتنگ به دنیا آمده است. مساحتی را از مرکز ناحیه روشن تا به اینجا 150 کیلومتر را تشکیل می دهد. از مشاهده ها معلوم گردید که اگر سالهای قبلی سفر به این منطقه دوردست کشور مسافرون اذیت می کشیدند، امروز با شرافت صاحب استقلالی مملکت مشکلات راه و نقلیات برای سفر به این مکان در دایره برنامه دولتی رشد برتنگ مرحله به مرحله برطرف گردیده ایستاده است. محمد جان در تلویزیون باورستان که دیدیم بسیار خرسند شدیم. نه منو تمام قشلاق ما یک خشت باریم همه همینجا. بعد بسیار خرسند شدیم که یک نفر از بدخشان انا جای یکم رو اشغال کرد. باورستان تماشا کردیم. محمد جان در آواز طلایی برآمد کرد. ما میرا تماشا کردیم یا چند دورش تماشا کردیم، دیدیم خرسند شدیم. غالب آزمون آواز طلایی 2015 محمد جان خدانظر فرزند سیوم این خاندان است. او در سن خردسالی بعد از وفات پدر پوره در تربیت مادر به وای میرسد. مادر به هیچ مشکلات زندگی نگاه نکرده کوشش نموده است که فرزندان تعلیم و تربیت خوب گیرند و محمد جان را به مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 36 دهه برچدیف به صنف یکم می‌سپارند. محمد جان نه اینکه مهارت سرودخوانی داشت، بلکه همه چیز فن را با بهای خوب میخواند. من افسوس میخورم که در صنف 4 برای درس متمت که به درس دادم خیلی در خانه وظیفه میسپارم، بگم محمد جان وظیفه خانگی را پورا اجرا کنید. محمد جان میگوید که معلومه در خانه برای من دیگران همصنفان ما پدر به او درس میداد، لیکن از ما پدر نیست که برای من چی درس میدهد. خیلی من رحم کردم به محمد جان. محمد جان راه افتاده نشوید پیش من بیایید، من به شما درس میدادم. بعد محمد جان باز او را من خیلی میگم خفامانی میکنه. من باز با محمد جان میگویم که محمد جان انا از درس خفامانی نکنید که در آینده انا با همین درس خوانی شما آینده خود را میابی. خدا نظر محمد جان یکی از تربیت‌گیرنده مکتب اساسی رقم 36 از صنف 1 تا صنف 9 در این مؤسسه تحصیل کرد و مکتب را با موفقیت تمام کرد. خواننده بهترین مکتب ما بود. هم بابای خوب و اعلی جنب بست کرد. خصلت خوب داشت. بعد به همین سرودخوانی چی بسیار شوق زیاد داشت. از وانی که دیگه صنف 4 سر کرده به امین سرودخوانی مشهور بود و سرود چون که آیسته آیسته تا صنف 9 بعضا در محفل ها در جمامت ها اشتراک کرد و به شعرخوانی و شعرگویی خیلی بسیار شوق زیاد داشت. همیشه باوری نبود که مثل خدا نظر محمد جان در همین آواز طلایی آزمون آواز طلایی
اشتراک میکنه و جای میگیرد. برای ما بسیار خوشبختیم که این در این آواز لای اشتراک کرد و جای اساسی را اشغال کرد. محمد جان همین خلادم بوده. در وقت کودکی یک شعر داریا گرفت، در وقت تو سرود خوانده است. اولاد ما خیلی دیگر نبود، فقط همین محمد جان چی کرد، همین سرود خوانده است. بسیاری ها به من گفتن که بیفایده رفتن، بعضی ها میگفتن که چه با من خیلی 300 سومه اینجا میزنی، 300 سومه اونجا صرف میکنی، بچه ها این یگان چی خیلی دیگر چی صرف این خیلی. وقتی که همین گپا رو گفته بودن من دو دله شدم و گفتم رم یا نرم و خیلی چشم پوشیدم و رفتم. من خیلی رفتم و بعد وقتی که در دور دوم اشتراک کردم، از دور دوم هم گذشتم و باز شوقم زیادتر بر همین دور سوم بسیار تیاره دیدم، بسیار تیاره دیدم و من فهمیدم که یگان چیز در اینجا نیست، چون که اما این رو در تلویزیون این رو پخش میکنه، اما میبینن که چیز نیست. بعد وقتی که منم خودم برآمد کردم، داورا به من در دور دوم 2 تا 5 و 1 تا 4 18 خال بود. باوری هم باز بسیارتر بین شد. اگر حقیقت راه نمی داشت، من مثلا یعنی از همین کو از تای سنگ یعنی چخیل برآمدن رو یعنی هیچ کس نداشتم. میگم من خطا نمیکنم خیلی. در دهه مذکور یگان مکتب موسیقی و یا استاد صنعت به مشاهده نرسید، ولی مهارت محمد جان از خودآموزی آغاز گردیده است. ما در خود خانه مدنیت و فرهنگ نداشتیم و حکومت ناحیه ما به ما وعده داد که برای شمایان باید در روزهای نزدیک به نقشه گرفته برای من یعنی خانه مدنیت و خانه فرهنگی به نقشه گرفته ان شاء الله فصل خود را یابد. تشکر زیاد برای حکومت جمهوری تاجیکستان میکنیم که همین خیل غمخواری نسبت به فرزندان و به بیپرستان و معیوبان که همین خیل نگاهبینی میکنه. توجه کودکان نورستان به موسیقی، به صنعت موسیقی زیاد است، زیرا که هر یک در وادی برتنگ هر یک خانه را به دف و دایره و به رباب تصویر کردن غیر امکان است و هر یک خانواده آوازخوان خود را دارد، رقاص و رقاصه های خود را دارد و بنابراین امروز هم یعنی که کوشش میکنیم که اگرچه امکانات ها محدود هستند ولیکن ما کوشش میکنیم که باز در آینده این استفاده را که مطلوب شای و محمد جان به دست آوردن این استفاده را دوام دهیم و آینده باز طلبه شاگردان بهتر تربیه کنیم که این استفاده را دوام دهند. شرایط تربیه موسیقی در مکتب اونقدر نرم نیست، چون ما معلم موسیقی معلومات عالی نداریم، فقط به معلمان آموزگاران وابسته کرده شده است که اونا فنهای دیگر فن را دست میتن و همون فن سرود موسیقی را با اونها وابسته کرده است و اونا با اینا کار میکنن، ولی متخصص اساسی فن سرود موسیقی نیست اینجا. آواز اطلاعی رو ما در طول 6 سال شده است که ما تماشا میکنیم و در از آینه جان ما کسی از ولایت مختار کوهستان بدخشان از نوای ما نیم سال برای از نوای ما از دهه دور دستنین ما خدا نظر محمد جان در این آواز اطلاعی اشتراک کرد و جای یکم رو گرفت. برای ما بسیار خرسند هستیم چون که حال دهه ما خرسند است. یک بچه همه کش عروض اکردیان گرفته مجبور این را کرد، گفت که خان موسیقی خان این ای ترس خان. بعد از ختم صنف 8 پسری کلانی به مهاجرت مهنتی، دختر برای تحصیل به ناحیه قمسنگیر و محمد جان تحصیل خود را در مکتب اینترنت جمهوریوی ناحیه روشان ادامه می‌دهد و مادر تنها می‌ماند. مادر بیچاره هنه تنها در این خانه هنه با 3 فرزندش زندگی خود را پیش برد، یعنی عمر خود به فرزندان داد و فرزندان خود را نگاه کرد و انا به من خیل مقصد و مرامش رسانید. بیشتر به مادر بیچاره هم تشکر میگویم که مثل امین
انا به هیچ چی نگاه نکرده مثل مردان میان خود را بسته فرزندان خود را تربیت کرد. زندگی اینا مشکل بود. محمد جان وقتی که پدرش وفات کرد محمد جان بچه خردی مکتبم نخوند. پسر کلانیم صنف 4 بود، دخترم صنف 1. قطعی اینا مشکلی کشیده، مذاب کشیدم، کلان کرد. خیلی حاضر شکر خدا به. آیا مادر شنیدم پیر گشتی، برای بچت دلگیر گشتی، مرا تقدیر بیرون از وطن کرد، تو هم بیمارین تقدیر گشتی، مرا تقدیر بیرون از وطن کرد، تو هم بیمارین تقدیر گشتی. از سبب دور بودن راه محمد جان سالی 1 مرتبه به حیادت مادر می آید و در کارهای خانه به او کمک می رساند. تابستان ما کار بسیار است، اما بعضی وقتا ما با بچه ها ماهیگیری مشغول میشم و باز اما ازم کشی میرم و با آبازی میرم، اما هر خیلی کار درو میرم. کشت کار زمین آب میزنن، کردشکه کلن میکنن، انا همین اینا میکنن، همه اینا را. در قشلاق بی مال و بی جا زندگی کردن بسیار مشکل. مجبور جا باشد، باز باشد، اینا شهر باشد یک جار کن. در دریاچه خرد قطعی محمد جان موگیر میرفتم و چای خورخور میقاپیدیم. بعدتر کلان کشیدیم، در دریاچه کلان رفتیم، اونجا در یک روز قریب 15-20 ماهی قاپیدیم. بعد در قشلاق بعد میرفتیم ماهی را یک جا میپختیم، در اونجا قطعی جورا و میشتیم، چی میکردیم؟ میخوردیم. مادری تنها امروزه جریان آزمون آواز طلایی را بی‌صبرانه توسط آینه نیلگون انتظاری میکشد. گل با گل زار نگر والاتر از مستان است، گل با گل زار نگر والاتر از مستان است، جلوه بخت پر انوار مبارک باشد، جلوه بخت پر انوار مبارک باشد، مبارک باشد. از سبب پیوست نبودن علاقه مابیلی در این وادی، مادر محمد جان از موفقیت فرزند بعد از 6 روز با خبر شده است. مردم شریف تاجیکستان همین آزمون آواز طلایی رو در تلویزیون نگاه میکنن و حق ناحق راست میبراید، اما شاگردی که در تلویزیون برآمد میکند اما با آهنگی که موافق نیست، اما اوضاع با اما تو دیاپازون نمیرساند و نمیگذرد. اون اشتراکشونی که در آزمون همون آوازی که با همون دیاپازون اوج خرد اوج کلان میرسد و میگذرد. میخوید بعضی شخصا میگویند که وجه و بهو پس میتین و نقش کن و خوب کن.
ای من خوبتر دخترچم برآمد کرد، ای من پسرچم خوبتر برآمد کرد. او نوتغری، همه نوتغری. وقت خواندن امو اشتراکسیون آوازش محکم می شود و اما با امو چیز نمی رسد، آوازش با امو نوت نمی رسد، حقیقتا نمی گذارد. میگم که چرز، این چرز نیست و نمایونه و همه نمایونه، در اینجا چرز نیست. استاد مقبل شاه با من بسیار زحمت زیاد کشید، یعنی که من یگان چیز ندانستم پیش وی میرفتم و وی با من خوب چی نشان میداد که چخیل میخوانیم چخیل و حال ما باشد وی مرا من نواختن یمخ را علاکه ما را آموخت کرده ایستاده است. گفتم محمد جان امین سال نمی شود، بیا از همین سال تا سال آینده مشق کنیم، خوب تیاری بینیم، با همون برنامه، با همون انتخاب کردن برنامه، انتخاب کردن آهنگ. من برای شما برای سال 2015 باوری دارم که از آزمون آواز طلایی میگذاریم. و گفت که استادم خوب. همه فرزند را آغوش میگیرن. من در اینجا انتظاری میکشم که پسرم به اینجا میآید. منم مادر دیگر را برن پسرم را آغوش میکنم. من ایدام ای کجا میاد. البته تنهایی برای مادر مشکل است، ولی او در پیش مقصد گذاشته است که پسرش باید علم آموزد. هرگاهی که محمد جان به عیادت می آید، مادر او را زود به مکتب اینترنت جمهوریوی ناحیه روشن که عین زمان در آنجا تحصیل می کند سفربر می کند. در این درگاه علم و معرفت برای نسل نو شرایط مطابق به معیارهای جهانی فراهم آورده شده است. محمد جان نیز امکانیت پیدا نمود که برای صیقل دادن مهارت خود از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برد و صاحب استاد موسیقی نیز گردید که همه روزه با او تمرین میکند و نازوکی های صنعت را به او میآموزد. محمد جان از امین دور آزمونی آواز طلایی که در شهر خورو و برآمد میکند وی از دور یکم میگذارد. اولا من برای وی شعر انتخاب کردم، با همون شعر آهنگ. خودم دیدم که وی از اوده همون شعر و از اوده همون آهنگ برآمد. من با وی باوری داشتم که از همه دوره آواز طلایی میگذارد. محمد جان خود یک شاگرد همین دبستان هستند، به همین کمبیزوتی خود نگاه نکرده. در همین مکتب اینتر همچون یک شخص حلیم و خاکسور همیشه در همه محفل‌های مکتب اینترنت بخصوص در هر جور بینی که از ماه سپتامبر تا ماه آخر سال تحصیل به نقشه گرفته شده بود، محمد جان در آنجا بهترین شاگرد مکتب اینترنت خود را نشان داد.
خدا نظر محمد جان ما در درس ادبیات شعر معلمه به ما وظیفه خوانندگی داد، ما شعر از یاد کردیم و قرائت کردیم. محمد جان باشد شعر با آهنگ میخوان، ما از وی خندیدیم که وی شعر در درس ادبیات با آهنگ قرائت میکنه. برای ما عجیب بود یعنی که محمد جان درس ادبیات رو با آهنگ میخوان. این برای من لحظه فراموش نشونده است. من 7 نفر شاگرد ما در آزمون لوحه آواز طلایی شرکت ورزیدند و 5 نفر آنها از این آزمون نگذشتند. این حقیقتا هم این خوانندگان تیاری دیدند، لیکن به درجه آنکه تیاریشون نسبت بر این 2 شاگرد سستر بودند و بعضیشون آوازهاشون به موسیقی موافقت نکردند. برای این ممکن به آنها از طرف حکمان بالهای پستر داده شد و سال دیگر باز ما با یاری استاد کوشش میکنیم که تا که این بعدم شاگردان ما باز نورسان ما باز در این آزمون ها اشتراک کنند و صاحب جایزه و با دانشکده های صنعت کشورمون با یک سربلندی داخل شوند. محمد جان بیشتر به فنهای گومانیتری و آموزش تکنولوژی معاصر رغبت زیاد دارد. بین همسنفان کوشش میکند که چیزی نوی را جستجو کند. با همراهی خدا نظر محمد جان در یک صنف تحصیل می نمایم. محمد جان بچه بسیار خوب و فعال است. در وقت چاره‌بینی ها وی همیشه در صف پیش است. ما از آن فخر میکنیم که چنین همسنف صاحب استعداد و با معرفت داریم. ما افتخار از آن میکنیم که همسنف ما رو علاقه در جمهوری میشناسند. در برابر به صنعت شوق و هوس داشتنشون این فن ما رو، فن تکنولوژی انفرماسیون رو خیلی خوب از خود کرده است و اون رو آموخته ایستاده است. من خیلی خرسندم که همین خیلی خوانندگان زیادتر شوند و نام ما رو نام مکتب ما رو در جمهوری بلند بردارند و یکی از کادرهای خوب جمهوری تاجیکستان شوند در آینده. از بس که فن خیمیا با فنهای دیگر متماتیک و فیزیکا وابستگی دارد، از این عیان می‌گردد که محمد جان از فن متماتیک و فیزیکا نیز خوب برخوردار است. لیکن چاره‌بینی فرنگی که اولین بار در مکتب اینترنت برگزار گردید، محمد جان که اوجا برآمد کرد، حاضر که ما شاهد حال هستیم که به محمد جان صنعتکاران بها دادند که صاحب جایزه گشت. لیکن در او وقت به این آموزگاران و همسالانش بها دادند که از محمد جان یعنی صنعتکار خوب میبراید، چون که هر یک ملت و خلقیت را با زبان و فرهنگشان میشناسند و صنعت هم یکی از معرفگری یعنی ملت در تمام جهان است و ما امید کلان داریم که یعنی از محمد جان یک صنعتکار خوب میآید و او یعنی صنعت و فرهنگ ملت تاجیک را در تمام جهان معرفی میکند. و تو تربیت گیرنده مکتب اینترنت ما که نامبردار مکتب اینترنت را در سطح جمهوری به عرش اعلا رساندن، این خدا نظر محمد جان و خجم و امون سلطان آنها نه فقط نام مکتب اینترنت را در سطح جمهوری بلکه فرهنگ بالای بدخشان را در سطح جمهوری تاجیکستان نشان دادند. هنگام شنیدن این خوشخبر دستپروران مکتب اینترنت به مناسبت کامیابی خوانندگان این تعلیمگاه محمد جان خدانظر و امان سلطان خجم و برنامه فرهنگی آماده نمودند که این بار دیگر از احترام و مناسبت دوستانه آنها درک می‌دهد. آزمون تلویزیونی آواز طلایی در
رشد فرهنگ ناحیه خیلی زیاد است. شما الکی شاید خودتان هم مشاهده کرده باشید که طی چند سال اخیر تربیت گیرندگان مکتب های ناحیه روشان و آزمون تلویزیونی آواز طلایی توجه به اندازه دارند. هر سال از کمش 5 تا 10 نفر شاید از خود ناحیه باشد در آزمون اشتراک دارند و با موفقیت نیز تا دور آخر میرسند. 2 نفر ما به لوریت فستیوال آزمون شدند و از این به نهایت شادیم، زیرا که متخصصان فرهنگ ناحیه باز هم زیاد میگردند و با این امید داریم که فرهنگ ناحیه نیز به قله‌های بلندی خود انشالله میرسند و امیدم از لوریتان امساله این است که بگذار آن امیدی که از اینها پدر و مادرشان دارند، مقامات دارند، مکتبشان دارند، بگذار اینها به امید آرزوهاشون برسند و برای خلق خود خصوصا برای ناحیه خود خدمت رسانند و از حساب هنر اینها نام روشان ما، نام بدخشان ما، نام تاجیکستان ما در تمام دنیا باز هم بلند شود. یک چیز رو باید قید کنم که همه اشتراکچیان این آزمون پیش از به جمهوری رفتن از طرف رئیس ناحیه یعنی قبول کرده شده بودند و با گویم هدایت اون کس به جمهوری رفتن و این 2 نفر موفق گشتند و رئیس ناحیه تصمیم گرفتند که یعنی این بهترین اشتراکچیان رو باز یعنی با مکافات‌های پولی قدردانی نمایند. در حقیقت این برنامه خیلی برنامه اخلاقی تربیوی می باشد، زیرا در اساس کنسپت ملی تربیه برای ماندن کار تعلیم و تربیت در مکتب اینترنت برای تربیه فرهنگی کودکان دقت جدی دادن محض توسط این برنامه خیلی خوب و برار بودند و سال تا سال شماره اشتراکچیان آواز طلایی خیلی زیاد شده ایستاده است. 3 سال هست که مکتب اینترنت فعالیت دارد و در این آزمون اشتراک می کند و هر سال شماره اشتراکچیان و با براران یعنی صاحب جایهای غالب شدن زیاد شده ایستاده است. در برابر تمرین آواز باز محمد جان وقتهای خالگی خود را در استاخانه مکتب اینترنت می‌گذرانند. او همراه همصنفانش به کنده‌کاری و دیگر هنرهای کاسبی مشغول می‌شوند. در مکتب نمایش می شود. ما در اینجا آمده قطعه معلم ما و قطعه همصنفانمان چی میکنیم تیاری میکنیم و باز در امان نمایشگاه نمایش میتیم. وقتای شام میان تربیت گیرندگان این مکتب اینترنت جمهوریوی محفل شعر و سرود و سوال و جواب از فنهای تعلیمی صورت میگیرد که محمد جان نیز در آن فعالانه شرکت می‌ورزد. حکومت جمهوری تاجیکستان تمام شرایط را برای ما مهیا کرده است.
و ما در اینجا میخوانیم. وظیفه ما خواندن است، فقط نه کار نه یگان چیز دیگر، خواندن است و هنر را از خود کردن است. شرایط همین خوابگاه اما طرفت همین کرده شده است. ما بعد خوراک شام با همسنفانمون با همین امپلاتمون آمده در اینجا در سوارکنی میکنیم. سهر ساعت 5 میخیزیم، وقتی همسنفانمون دویدن میریم مشق میکنیم و بعد از آن آمده اجرامون رو تازه میکنیم و همین اجرامون رو همه جایها رو چی میکنیم راست میکنیم و بعد از آن میریم چی خوراک سحری ده میریم و بعد از آن باز به مکتب میریم. وقتا که خواب میکنیم ماما جان پیش از خواب اول برای ما یک سرود میخواند. اگر سرود نمیخواند ما را خواب نمیبرد و ما ماما جان را اما دوست میداریم. اگر یک روزی در خوابگاه نیست ما را خواب نمیبرد. تا سرود این را گوش نمیکنیم خواب ما را نمیبرد. عزیزترین دنیا کیست غیر از مادر، نزدیکترین به فرزند نیست غیر از مادر. غمخوارترین دنیا کیست غیر از مادر، شیرین ترین به فرزند نیست غیر از مادر. غمخوارترین دنیا کیست غیر از مادر، شیرین ترین به فرزند نیست غیر از مادر. من ماما جان را از خردی میشناسم. ماما جان بچه با انتظامی باشد. وقتی که یک جایه به همین مکتب اینترنت می آمدیم، یعنی که با ماما جان دوستی باز نزدیکترم پیدا کردم. ماما جان از خردی صدای خیلی خوب و فارم داشت و چه خیلی که به اما معلوم است وقتی که سال 2015 همین لایحه آواز لایحه می شود، ماما جان با آن اشتراک کرده. وقتی که به دور اول می روید ما از اول باوری داشتیم که وی با همین آواز زیباش می تواند تا آخر دوره برآید و چه خیلی که معلوم است وی جای اول را اشغال کرد و افتخار همین مکتب اینترنت شد و نام همین مکتب اینترنت را بالا برداشت و ما هم کوشش میکنیم که با همین یعنی که در این مکتب اینترنت که میخوانیم همه چی شرایط برای ما معیا است و ما از این استفاده برده با بهای خوب اعلام میخوانیم و وعده میدیم که در آینده نامبردار جمهوری تاجیکستان خود میشویم. مهارت ورزشی خود را محمد جان خدانظرов تنها در نمود بازی والیبال و تنیس روی میز میسنجد. جویت ملکی وطن تاجیکستانی من است، هر کی خواهد باغ جنت تاجیکستانی من است. باید قید نمود که محمد جان خدانظر باری نخست است که در این لایحه لیاقت سرآیندگی خود را میسنجد و از بین بیش از 3000 داوطلبان امساله یکی از غالبان آزمون آواز طلایی 2015 انتخاب گردید. اکنون او نیت دارد که در آینده مهارت خود را باز در دانشگاه و دانشکده‌های صنعت ادامه دهد. صاحب استقلال وطن تاجیکستانی من است، صاحب